منطقه 5 دوستانی هست به نام جوانمردان. بله. بالاخره جوانمردان واقعی همین شهدا هستن. بالاخره که یا در بوستان جوانمردان یا در موزه دفاع مقدس تندیس برادر شهید خانم سوسن آبادی با دستهای خودشون خب بفرمایید خانم سوسن آبادی، بفرمایید. دارین فکر میکنین به این چجوری تندیس رو بسازین؟ ساختین؟ بسیارم خوب. میدونم که خودتون این کاره اینا، ولی این یک لوح یاد بود از طرف برنامه زندگیمون قصه نبود با همکاری بنیاد آفباه تقدیم شما. امیدوارم که هم حس خوبی گرفته باشید، هم اتفاق خوبی افتاده باشه، همین که به اون آرزو رسیده باشید. شب به یاد موندنی شد برام. ان شاء الله. میایم از اون تندیس هم حتما فیلم برداری می‌کنیم. در خدمت. مرسی، موفق باشید. خداحافظ. مرز تو و چشمام روزی که پیدا شه، این مرز میتونه مرز جهان باشه. هر روز احساسم پیش تو رو میشه، تا اسم تو میگم دنیا شروع میشه. وقت پرستیدن کی لایقت بوده، انقدر رویایی کی عاشقت بوده. دنیا خرابت شد اینو به کی میگی، من عاشقت بودم دنیا رو چی میگی. وقت پرستیدن کی لایقت بوده، انقدر رویایی کی عاشقت بوده. دنیا خرابت شد اینو به کی میگی، من عاشقت بودم دنیا رو چی میگی. مرز تو و چشمام روزی که پیدا شه. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. سلام. اینجا زندگیمون قصه نبود و من ایمان سرورپور هستم. درس که نخوندی، تخصص که نداری، کارم که نمی کنی. آقا شما این ور دنیا تو سرزمین خودت چه آقایی میکردی که میخوای بری اون ور دنیا آقایی کنی؟ طرف درس خونده مدیریت پاک کردن صفحه کلید، بعد تخصصش تو این بوده که مثلا با خلال دندون این لای صفحه کلید رو تمیز کنه، بعد از همون کوچک ترمی اپلای پر میکنه برای ادامه تحصیل. حالا چه اتفاقی بیفته؟ مشکل اینجاست که این دوستان 4 تا فیلم دیدن که 2 تاش تبلیغاتش رو مهاجرت بوده، بعد دیگه فکر میکنن کلیه معضلاتشون اینه که با خودشون کرم ضد آفتاب ببرن که احیانا وقتی اون بر مهاجرت کردن پوستشون خراب نشه. حالا دیگه از وقتی که فرم پذیرش رو پر میکنن، یعنی فقط اسفامیل مینویسن و اصلا دیدگاهشون عوض میشه، اصلا همه چی میشه اوه پیف، چرا شرایط اینطوریه؟ یه دوربینم میگیرن دستشون چون خیلی هنرمندن، از همه چی فیلم برداری میکنن با غر. مثلا ببین بارون اومده زمین خیس شده، خب زمین چی باید بشه؟ یا مثلا این چیپس رو خریدم توش هواه، یا مثلا ترافیک. حالا انگار اصلا در هیچ جای دنیا ترافیک نداریم. بعد یه صدایی هم میذارن روی این فیلم ها، یه صدایی رو مخا که شروع کنه غر زدن از شرایط و بد گفتن. حالا اصولا ما نمیخوایم بگیم مهاجرت خیلی چیز بدیه،
ولی اینکه هنوز مهاجرت نکردی هر معضلی برخورد میکنی میگی بابا این ایرونی جماعت اینجورین، این ایرانی‌ها رو دیدی این مدلیان. خب عزیزم تو خودت مگه جز کدوم دسته ای؟ کجا به دنیا اومدی؟ یه سری کاملا از راه‌های قانونی مهاجرت میکنن، خیلی هم عالیه، دلشون میخواد. اما یه سری دیگه انقدر راه‌های مختلفی رو امتحان کردن حتی دیگه جزایر کمر هم بهشون مثلا اصلا دعوتشون نمیکنن که آقا بیاید عکس ویزا کنی یا از این اتفاقاتی که قراره بیفته براشون بیفته، کلا اینا بیخیال مهاجرت میشن. اما یه سری کلا پای مهاجرت میمونن. یعنی یک سری هستن که با شنا کردن از دریاهای شمالی، یک سری هستن که با اگزوز خاور از قسمت شمال غرب، با الاغ و استر و اینجور چیزها از قسمت غربی، و یه سری هم که از خلیج همیشه فارس به همراه لنج، همراه گازوئیل ها سعی میکنن مهاجرت کنن که چه اتفاقی بیفته. تو قسمت شرقی هم که اصلا مهاجرت نداریم، یعنی بیشتر واردات داریم. واردات هم دو تا اقلامی که با یه اقلامش اصلا کلا کاری نداریم، اما قسمت دومش انسانه. بعد اون دوست عزیز وارد کننده با ماشین که ظرفیت ماشینش هم 4 نفره، یه چیزی نزدیک به 20-22 نفر با نظم و ترتیب در ماشین یک جا چپانده. ماشاءالله هزار الله اکبر از داشبورد ماشین و از این سایبون ماشین باز میکنی یه آدم میفته استفاده میکنه برای واردات. آدم هایی که دم از مهاجرت میزنن با دیدگاه های مختلف. جالبه ما نمیتونیم آدم هایی که هم مرزمونن، یه جورایی هم زبونمونن، هم کیشمونن، که به خاطر جنگ، ناامنی یا هر اتفاقی که افتاده وارد کشورمون شدن، بعضیا نمیتونیم با ادب، احترام و واسطه انسانیت باهاشون صحبت کنیم. اما هممون تقاضای این مطلب رو داریم که وقتی رفتیم اون ور دنیا، وارد یک کشوری شدیم که از لحاظهای فرهنگی، هم دین بودن، هم کیش بودن هیچ سنخیتی با ما نداره، اون موقع اونجا با ما کاملا مؤدبانه برخورد کنن. فکر نمی کنیم که از خودمون همه چی شروع میشه؟ پدرم باعث شد که در زمینه خط خوشنویسی قرار بگیرم. خانواده من اوایل انقلاب سال 57 اومدن ایران و ما راهی دیار یا کشور جمهوری اسلامی ایران شدیم، فقط به نیت تحصیل و امور هنری. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دیگر بذر نکاری. سالهای اول من کفاشی میکردم در تهران، در یک از خیابون هستم ستارخان. هم کفاشی میکردم هم خط مینوشتم در کنارش، که گاهی آدم هست که در کنار کفاشی های سر خیابان یه خطایی مینوشتم. بعضی از مشتری ها اونایی که کفش میآوردن برای من، خانواده ها میآمدن تعجب میکردن که شما چطور خط مینویسید، در صورتی که این خط از کودکی برای در وجود ما بود. که پدرم خدا رحمتش کنه ایشون میفرمود که فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. شناسنامه‌ای نداریم. در ایران مشکلات فراوان سر راه ما قرار گرفت. نیمه دوم پیش دانشگاهیم که بودم، یهو مدیر اومد به من گفتش که شما از کلاس باید بیاین بیرون، شما اجازه ندارین درس بخونید، چون دیگه به شما اجازه ندادن درس بخونید، قانونه که دیگه نباید درس بخونید. گفتم بابا من یه ترم بیشتر ندارم، خواهش میکنم من دیپلممو بگیرم. دیگه نشستم اونجا و آخر وقت بعد از ظهر بود دیگه، ساعتای 4 و 5 بود. آقای از دفترش اومد بیرون به من گفت که شما هنوز اینجایی؟
بعد من گفتم بله تا به من اجازه ندین درسمو بخونم نمیرم اینجا. الحمدلله دوستان خیلی خوب سر راه من قرار گرفتن. یادم نمیره هیچ وقت که وقتی من دبیرستانم مقطعش تموم شد مدیرم به من گفت که هر وقت هر جایی از زندگی بیکار شدی و نیاز به کار پیدا کردی بیا پیش خودم و اینجا همیشه برای تو کار هست. کارهای زیادی انجام دادیم با هم. نمونهش کارهایی هستش که تو بیت رهبری نصب شده، یک صلوات، ذکر صلوات رو و یک صلوات امام رضا هستش که روی رهبر نصب شده، روی پارچه‌های سبز کمرنگ کار شده. تصیب اون کار من با آقای میرزایی با هم کار کردیم. سال‌هاست که در این خاک، در این مملکت، در این سرزمین عشق و معرفت دارم تنفس میکنم و استفاده میکنم. کارهایی که توی امامزاده صالح انجام دادیم داخل سرداب امامزاده صالح، ستونهایی رو که من کار کردم و طراحی کردیم با همسرم با هم دیگه که تو مشورت کردن توی اینکه اون کارا رو چجوری باید انجام بدیم. استاد فرشیان هم اومدن و با هم صحبت کردیم، از نظرات ایشون خیلی استفاده کردیم. من یادم میاد اون سالی که دانشگاه شرکت کردم آخرین سالی بود که ماها اجازه داشتیم دانشگاه شرکت کنیم. یعنی سال بعد که دخترعموی من شرکت کرد رو دفترچه‌های کنکور نوشته بودن که شرکت اتباع خارجی تو دانشگاه‌های ایران ممنوعه و متاسفانه من نتونستم ادامه تحصیل بدم با وجود اینکه هم معدل خوبی داشتم و هم که علاقه به درس داشتم. درسته که مشکلات خیلی هست، همه ما مشکل داریم، اما واقعا اگه آدم با چشم حقیقت بخواد ببینه شرایط فرهنگی یک شرایط‌های بسیار خوبی در ایران فراهم است. کسی که بخواد استفاده کنه میتونه استفاده بکنن. از طرف امامزاده صالح اساتید رو می‌خواستن ارزیابی کنن که در چه سطحی هستن از لحاظ هنری که شامل حال منم میشد. به من یه نامه‌ای رو دادن خیلی رسمی، اسممو نوشتن و گفتن که بریم پیش مسئول صنایع دستی تهران، استاد لطفعلی فکر میکنم، استاد لطفعلی. بله من کارامو بردم پیش ایشون و ایشون کارای منو تایید کرد، زیر برگه نوشت که کارای خانم شکیل عالمی مورد تاییده، خیلی کارای خوبیه و اجازه رو دادن. من اون مدرک برام خیلی مهم بود و دوست داشتم کارت صنایع دستی خودم رو بگیرم. مدارکمو فرستادن تو، بعد چند دقیقه گذشت مدارک فرستادن بیرون، به من گفتن که شما نمیتونی این کارت رو بگیری، شامل حال شما نمیشه. و من خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا؟ من که اینجا یاد گرفتم، من که اینجا پیش استاد ایرانی یاد گرفتم، اینا منو تایید کردن، چرا حالا شما ایراد میگیرین؟ گفتن خب شما شناسنامه نداری اولا، دوما خب تابعیتت ایرانی نیست. اینقدر شعرهای رو از فردوسی نوشتم، از کسای دیگه نوشتم، مثلا که ایران بهشت است و هم بوستان، همی بوی مشک آید از دوستان، دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. الحق و الانصاف اینی که دارم می‌نویسم حرف دل ما هم هست که همینطور که ما متعلق به افغانستان هستیم قطعاً برابر با اونجا متعلق به ایران هم هستیم. الان من 33 سالمه تقریبا که تو ایران هستم، فقط انگشت شمار جاهای ایرانی دیدم و یکی از دلایلش اینه که به ما اجازه نمیدن که ما مسافرت کنیم و حتی توی کارت ما نوشتن که مثلا حوزه‌ای که ما هستیم شمیراناته و حق خروج از این حوزه رو، از این ناحیه رو نداریم. در واقع ما به یک شکل جامعه رو تلطیف می‌کنیم با هنر، یعنی زیبایی‌هایی که نهفته است اینا رو کشف می‌کنیم، تقدیم می‌کنیم به مردم، تقدیم می‌کنیم به جامعه که جامعه اگر خشونتی درش وجود داشته باشه یواشاش جوان‌ها به سوی لطافت و زیبایی دعوت بشه. این وظیفه یک هنرمنده. یک هنرمند نیاز داره به اینکه بره گالری‌های مختلف رو ببینه، جاهای باستانی رو ببینه. ما در درجه اول وقتی از ایران میریم یک سفیر برای ایران هستیم. ما باید بریم از تخت جمشید تعریف کنیم، ما باید بریم از 33 پل تعریف کنیم، از شمال ایران تعریف کنیم. در صورتی که من 33 سال تو ایران هستم و هیچ زیبایی از ایران رو ندیدم و نمیتونم تعریف کنم. مثلا حتی من شنیدم دوستان ما تو اصفهان میگن که تو پارک‌ها و جاهای دیدنی حتی 33 پل اینا نوشتن که ورود اتباع افغانی ممنوعه به اینجور جاها. خب چرا باید اینطور باشه؟ جزئی ترین چیزو من بگم یه ایرانسل 5000 تومانی رو ما نمیتونیم بخریم، به نام خودمون بخریم. دیگه بماند خونه و ماشین و چیزای دیگه، چیزای گرونتر. یا مثلا خیلی جزئی تر بگم ما تو بانک نمیتونیم حساب بانکی داشته باشیم، یا اگه داشته باشیم باید به اسم یه ایرانی باشه. هر چیزی که می‌خریم باید به اسم یه ایرانی باشه. موردی که برای خود من پیش اومد به شخصه این بود که اشک منو در آورد
این بود که من رفتم پستخونه و یه نامه ناقابل که 2 تا عکس بود، عکس یادگاری مادرم اینا جوونیشون بود که مامانم میگفت برای من پست کن کانادا. خودم به شخصه این مشکل برام پیش اومد و من اونجا توی پستخونه نشستم و گریه کردم. سال 92 بود که خانواده ما، همسرم، بنده و دخترم به عنوان نخبه شناخته شدیم. تنها خانواده نخبه. دخترم به عنوان کم سن‌ترین نخبه از طرف وزارت کشور ایران شناخته شد. از مسئولین می‌خوایم خب حداقل خودتون ما رو به عنوان نخبه انتخاب کردین، یه مزیت‌هایی، یه تفاوت‌هایی باید ما داشته باشیم. منی که به عنوان نخبه شناخته شدم، تحصیلاتمو اینجا کردم، به دنیا اومدم، هیچ فرقی برای مسئولین ایران با یک کسی که همین الان از مرز قاچاقی وارد ایران شده نداریم. یعنی همون محدودیت‌هایی رو که ایشون دارن و اون شخص داره من هم دارم. من خودم یک اندیشه‌ای دارم، معتقدم که یک کسی که کار هنری میکنن، یک کسی که اهل علمن، اهل فرهنگن، اصلا فرامرزی باید ببینن. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. هر چیز رو که تا حالا نوشتم حتما بهش اعتقاد داشتم و تا اطمینان نداشته باشم، لذت نبرم، سعی نمی‌کنم بنویسم، مگر اینکه یه جای اجبار باشه یا مثلا تفننی باشه. خب شب بخیر. اینجا زندگی اون قصه نبود. اجازه بدید عذرخواهی کنم بابت صدام، یکم گلوم درد میکنه. خیلی ببخشید منو که یکم صدام گرفته است. اما همونطور که در کلیپ ابتدایی برنامه دیدید، مهمان‌های امشبمون مهمان‌های خاصی هستن. امیدوارم که گفتگوی جذابی باهاشون داشته باشیم. اجازه بدید دعوت کنم از مهمان‌های امشبمون خانم و آقای میرزایی به افتخارشون. خیلی خوش آمدید. خوش اومدید. بفرمایید. سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خب آقای میرزایی و خانم میرزایی، ممنون که تشریف فرما شدین. خواهش میکنم برای دوستان عزیزمونم که در استودیو هستن یکم با صدای بلندتر یه سلام و احوالپرسی داشته باشین تا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم از این برنامه خوب، از این برنامه خوب فرهنگی، این برنامه‌ای که تدارک دیدین. واقعا تشکر می‌کنم از همه عزیزان و همچنین دوستان عزیزی که روبروی بنده نشستن. از شما تشکر می‌کنم که ما رو تحمل می‌کنید. خب خانم، شما یه سلام و احوالپرسی داشته باشین. خواهش می‌کنم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنونم. بعد خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا می‌بینم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین. آقا چه خبر؟ کجا به دنیا اومدین شما؟ خیلی متشکرم. بنده در افغانستان به دنیا آمدم، در استان غزنین یا غزنی، از دیار سلطان محمود غزنوی. بله. و از شهرستان جاغوری اون دیار عزیز هستم. من بیشتر کابل رو میشناسم. چقدر فاصله داره با کابل؟ با کابل 1 ساعت و نیم تا غزنی و 1 ساعت هم تقریبا 2.5 ساعت تا محله ما فاصله. خیلی خوب. چطور وارد ایران شدید و در چه سالی؟ خب بنده تقریبا سالهاست در ایران هستم، زندگی میکنم. اون مهاجرتی که صورت گرفت با اونا به اساس به یک شکلی وارد ایران شدیم. چند سال پیش؟ شاید 16 سال پیش. 16 سال پیش. خانم شما ایران به دنیا اومدین؟ بله من هم ایران. شما ایران به دنیا اومدین. ولی اونجا ازدواج کردین یا اینجا؟ نه من کلا از ایران خارج نشدم. ایران به دنیا بله اینجا هم ازدواج کردم. بسیار خوب. تو افغانستان چیکار می‌کردی خودتون؟ من در افغانستان تحصیل می‌کردم، درس می‌خوندم. بله. چه رشته خوندی؟ من تحصیلاتم در ایران ادامه دادم ولی خب در افغانستان درس می‌خوندم و آمدن من در ایران هم فقط به خاطر همین بود که بتوانم از شرایط که برایم فراهم بشه مثل علم و شرایط هنر و آموزش استفاده کنم. همین. عجب. خب رشته تحصیلیتون نگفتین چی بوده؟ من رشتم حقوق است، در دانشگاه طراد معلم تحصیل کردم. بسیار عالی. کی آشنا شدین؟ چجوری ازدواج کردین؟ داستان چی بود؟ بخوان شما بگین اینو. خواهش میکنم. خانواده افغانی خیلی متعصبن.
آشنایی ما از طریق پدرم بود، یعنی ایشون با پدرم دوست بودن، می اومدن میرفتن، بعد دیگه هم آشنا شدیم و دیدیم و من از اونجایی که ایشون خیلی جوان فعال و خیلی هم تحصیل کرده هم فعال مثبت بله پسر خیلی خوبی بود که هم حالا نمونش نیست همون موقع کمتر بود. الان بعد از آفرین ولی ممنون تشکر. اون موقع نمونش کمتر بود الان دیگه نیست. خب بسیار محبت دارن، همیشه با محبت داشته واقعا. آقا واقعا شما مثبتی راست میگه. خدا وکیلی اگر ایشون در زندگی من نبود اصلا من نمیدونستم چیکار باید میکردم. من دوباره خیلی خوبه چه خوبی. یعنی بعد از آشنایی هر چند سال که گذشت حس مثبت تر شد. بله به خاطر همینم میگم دیگه نیست نمونهش، چون شناختم در مورد ایشون فکر میکنم کامل شده، به خاطر میگم دیگه نمونهش نیست. جسارت نکردم خدمت آقایون. بله خدا حفظتون کنه. البته این خوبه، من فکر کنم حس خیلی خوبیه به یه آقا که خانمش اینجوری راجعش صحبت کنه. اینکه فرهنگ ها یکم، البته خب ایران و افغانستان که خیلی فکر کنم بالای 90% 80-90% فرهنگ ها به هم میخوره، خیلی شبیهن. اون خورده فرهنگ ها، تفاوت ها، اونا چی؟ از اونا بگین یکم برامون. اون تفاوت ها اول کار اذیتتون نکرد؟ نه من چیز خاصی، البته خب سنم هم کم بود، خیلی آنچنان که بگم معیار خاصی داشتم برای ازدواج اینا نه، ولی بازم با این شرایط خیلی خوب کنار اومدم. نه فکر نمی‌کنم خیلی فرق داشته باشه. چند سالتون بود یعنی ازدواج کردین؟ من 16 سالم بود. بسیارم عالی. خب آقا شما چی؟ سخت نبود یکم فرق؟ مثلا پدر مادر ازدواج؟ آره پدر مادر غور نزدن که آقا مثلا حتما باید بیاین چون متعصب هم بودن احیانا؟ بالاخره یک سری مشکلاتای بود و این مشکلات زیبایی قضیه بود انصافا. بعدن که متوجه میشم اگر نبود قشنگ نبود انصافا. یعنی من باید میرفتم خواستگاری، باید اجازه پدرمو میگرفتم. با یه بار؟ نه خیر، خیلی رفتم اومدم. بله. جدا؟ و دیگه مطمئن شدم که خداوند مسیر خوبی رو برام فراهم کرده. ولش نکردم، وگرنه من خب بالاخره مشتری خودم زیاد داشتم، اینطورم نبودم باشه. من هیچ وقت اصلا چیز نکردم. دیدم که واقعا این لطفی که خداوند قراره به ما بکنه این بهترین روش و طریقش هست که خداوند به ما هدیه میکنه. واقعا بابت این مسئله خب اذیت شدم، ولی اون اذیت‌ها انصافا برای من خیلی خوب بود، آموزنده بود، من رو ارتقا داد. یک کمی بیشتر به زندگی فکر کردم با وجودی که ایشون بچه بود، ولی واقعا خیلی چیزها رو می‌دیدم که مسیر درستش رو طی می‌کنه. هم از خانواده محکم و با استحکامی هستن اینها، هم خودش آدم بسیار باهوشیه. من خانومم واقعا از اون در ایران که من فکر می‌کنم از جمله 7-8 نفر زنان اول ایران به عنوان هنرمند فعال نشون. این داستانش چیه اتفاقا؟ الان شما جز 8 زن 10 نفر فرض کنید اول 10 نفر اول خانم هنرمند ایران هست. اینجور که میگن یه برنامه قرار بود تهیه کنن به عنوان زنان موفق ایران. و اومدن اونجا از ما برنامه‌ای تهیه کردن و کارامون، هنرجوها، فعالیتامون، و اونجا من خودم متوجه شدم که جزو این گروه هستم و خیلی خوشحالم. فوق‌العاده. و هنر تا 16 سالگی هم این هنری که الان در حال حاضر دارین از بعدش شروع کردین؟ بعد از یعنی آقا شکوفا کردن همزمان بله با آشنایی ایشون. آقا دست شما درد نکنه. یعنی الان رضایت کامل. و از ازدواجتون چند تا بچه؟ من یه دختر بچه دارم، فاطمه عزیزم، فکر کنم اینجا بله هستن تو جمع. سلامت. چند ساله؟ ایشون الان 12 سالش هست، کلاس 7م هستش. اول راهنمایی میشه، دوم راهنمایی میشه. آره چون یکم عوض شده قوانین. قبلا تا 5م بود، اول دوم سوم، الان شده 7م. دوم راهنمایی. خب و فاطمه ما با توجه به سن سالش که داره الان حدود 25 تا اثر نقاشی بسیار نفیس داره از خودش. چه سبکی؟ سبک رنگ روغن، رئال و خدمت. شما هم همین سبک رو کار می‌کنی؟ نه خیر، من هنرهای تجسمی کار می‌کنم، رشته تذهیب و نگارگری. بسیار خوب. و مشوقتون قطعاً؟ نه ایشون بودن. البته من وظیفه‌ام انجام دادم، واقعا هر چی بوده وظیفه‌ام بوده. آقا شما خیلی خانواده مثبتی هستین، چرا هیچی راجع مشکلات گرفتاری؟ ببین مشکلات همیشه هست. ببین همه ما آدم‌ها مشکل داریم. اگه قرار باشه ما به مشکلاتمون این نگرش رو داشته باشیم که مشکلات ما رو به زمین بزنه، خب قطعا زمین می‌خوریم. ولی مشکلات مطمئنم این رو، این خودم تجربه کردم، مطمئنم که مشکلات سکوی پروازه. باریکلا. یعنی مطمئنم
به خاطر همین خیلی برام مهم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. من مهم اینه که کار خودم انجام بدم و خداوندم سر راهم قرار میده این مسئله رو. این اعتقاد دارم. به خاطر همینم به هنرجوام همیشه توصیه میکنم. میگم ما داریم فعالیت میکنیم، در وجود ما یک چیزهایی هستش خبر نداریم. یواشاش وقتی اینا رو زنده بکنیم خودش امید میاره. و در باب امید من معتقد هستم که خیلی آدم ها رو میتونه مثلا باش کمک کنن. ایمان هست، اعتقادات راسخ هست، محکم هست. حالا ما به عنوان بچه مسلمان به اعتقادمون ایمان داشته باشیم واقعا. وقتی و یک از آیات قرآن رو داریم میخوانیم یعنی مطمئن باشیم که این کلام حقه و دومی نداره. و یعنی خدا هر چیزی که برای انسان رقم میزنه خیره ماست، ما نمیدونیم. آفرین آفرین، خیلی عالی. خیلی خوب، اجازه بدید یک بخشی رو ببینیم، برمیگردیم میایم گفتگومون رو ادامه میدیم. بسیار خوب. انسان‌ها رو میشه از دست خطشون شناخت. این یه واقعیت علمیه که تقریباً در مورد همه انسان‌ها به غیر از پزشکان عزیز مصداق داره. واسه همین من به خط آدم‌های دور و برم خیلی دقت میکنم. البته کلاً سر و کار من با خطاطی و خوشنویسیه. سالهاست که خودم رو وقف این هنر کردم. تو دوران مدرسه چون معلم‌ها از خط خرچنگ قورباغه بچه‌ها خسته می‌شدن، بهشون میگفتن که زنگ هنر یک مجموعه 4 جلدی آموزش خط با خودشون بیارن مدرسه. البته تلاش و دلسوزیشون قابل ستایش بود، ولی من هیچ وقت ندیدم کسی حتی جلد اول این کتابا رو تموم بکنه. وقتی هم که بچه‌ها با قلم نی و دوات کار می‌کردن تا 2-3 روز نمی‌شد رو نیمکت‌ها اصلا نشست. اگه بخوام براتون بگم چی شد که مسیر زندگیم به سمت خوشنویسی کشیده شد، باید بگم که راستش رو بخواید تو جایی که من ازش میام خیلی انتخابای زیادی واسه آینده وجود نداره. همونطور که بچهای شما یا میخوان دکتر بشن یا خلبان، ما هم تو بچگی کلاً 2 تا گزینه بیشتر نداشتیم. یعنی وقتی میپرسیدن که میخوای در آینده چی کاره بشی، 2 تا زمینه بیشتر واسه فعالیتمون وجود نداشت: یا خوشنویسی یا موسیقی، که تازه همونش هم دست خودمون نبود. باید وامیستادیم ببینیم دست روزگار چی برامون رقم میزنه. تا اومدیم یه ذره قد بکشیم، ما رو از جایی که توش ریشه داشتیم جدا کردن و رفتیم پی سرنوشت و خواسته و ناخواسته از همه آشناها و دلبستگیامون دور شدیم. دور. حالا باز خوش به حال اون نیایی که زدن تو کار موسیقی و حالا یا میرفتن دنبال موسیقی عرفانی یا میافتادن دست یه چوپون خوش‌ذوق یا میزدن تو کار خالتور. هم کارشون پر رونق بود، هم هر جا میرفتن چند تا آهنگ درخواستی ازشون میخواستن و هم هر وقت دلشون واسه دیارشون تنگ میشد ناله سر میدادن که از نیستان تا مرا ببریدند و فلان و بیسار و این حرف. ولی ما نیهایی که خطاط شدیم، وقتایی که دلمون میگیره باید منتظر بمونیم تا شاید صاحبمون دلش بگیره و یاد وطن کنه، ما رو دست بگیره و یه چیزی بنویسه که دل جفتمون هوایی بشه. مثلا بنویسه که بوی جوی مولیان آید همی. اینم پیشونی نوشت ماست، انگار هی تراشیده بشیم و صیقل بخوریم تا چیزی از ما به جا بمونه، تا سهمی داشته باشیم تو حرف دلی، صحبت ناگفته مونده‌ای یا پیغام محبت آمیزی. ولی بعد این همه مدت هنوز خیلی وقتا دلم واسه اون نیزار بچگیام تنگ میشه. جایی که بزرگ شدم و هر کس که میشناختم دور و برم بود. هنوز صدای نی منو یاد جایی میندازه که ازش دورم و شاید هرگز دوباره نبینمش. دلم یه کاغذ طرح ابر و باد میخواد که روش بنویسم بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. یا بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند.
خب شب بخیر. اینجا زندگیمون قصه نبود که با همکاری بنیاد دانش بنیان آفبا تهیه تولید میشه و تقدیم شما که هدفش ایجاد عدالت آموزشی در سرتاسر ایران. خدمت یک خانواده خیلی فرهیخته هستیم. آقا این نگاه مثبت و این فرهیختگی اگه تو همه ماها باشه قطعاً جذابتر زندگی برامونه، اینقدر غم و غصه ها و ناراحتی ها رو نبینیم. از وضعیت افغانستان چه خبر؟ در جریان اخبارها هستین؟ براتون مهمه پیگیری میکنی یا نه؟ اصلا کلا 100% خیلی مهمه برامون در افغانستان. الان چی به نظرتون اوضاع چطوره؟ اوضاع در افغانستان رو به خوبی هست، رو به بهبود، حتما رو به بهبودی هستش. خصوصا تو این 10-12 سال اخیر تغییرات بسیار بزرگی در افغانستان اتفاق افتاده. علتش هم اینه که مردم ما از جنگ و از خشونت و از اینا بیزارن. گرچند که در افغانستان مردم جنگ نیست. شما به تاریخ افغانستان نگاه بکنید، به تاریخ ایران ببینید و از این ور اونور هی با زور و تمام جنگ ها و خشونت داره در افغانستان وارداتی ساخت. افغانستان معدن علم، معدن فرهنگ، ادبیات است، عرفان است، عشق است، معرفت. بله. یا به شما بگم این یک مولانایی که ما داریم الان، یک مولانا واقعا من فکر کنم تاریخ عالم رو کافیه. شما ببینید آمریکا برای مولانا چیکار داره میکنه. بله. چقدر اینا سرمایه‌گذاری کردن که افکار مولانا استفاده کنن. یکی از کتاب‌های چند سال پیش امریکا ترجمه فارسی مثنوی معنوی. اصلا یک دانشگاه بزرگ در آمریکا فقط به عشق مولانا داره فعالیت میکنه و این آگاهی اونجاست که میتونه این آگاهی رو ببره برای خودش. چقدر امیدواریم به این که میدونید یه موقعی یه چیزی خراب میشه دوباره ساخته میشه دیگه. چقدر امیدواریم که برگرده این داستان هر کسی کو دورمان از اصل خیش باز جوید روزگار واسهش. عین همون واقعا فرهنگ، معرفت، عشق همه خیلی سریع اتفاق میفته. واقعا اینقدر امیدواریم اتفاق میفتن. چرا؟ چون همین الان تو این 12-13 سال نشون داد که ما چقدر تحصیل کرده داریم الان. بله. و چقدر دانشجو داریم در کشور ایران و در کشورهای دیگه، در آمریکا، در اروپا و در کشورهای مثلا اسلامی جاهای دیگه. بله. بسیار زیاد شد اصلا واقعا. توی ایران مردم چطور رفتار میکنن؟ هیچ احساس مثبت، منفی؟ این واقعیت رو بگید. چه تصویری داریم؟ تصویر ما از ایران بر اساس ما سال‌هاست که اینجا نون نمک خوردیم. چند سال میشه حدوداً 12-13 فکر کنید شما 16-17 یا بیشتر یا کمتر. حالا بر اساس مردم ما اومدن و رفتن اینجا. بالاخره ما با این ملت آشنا هستیم. بله. ما این فرهنگ ملت رو میدونیم. یه فرهنگ برادری وجود داره دیگه. اصلا گذشته از برادری یگانگی وجود داره. برادری از برادری گرچه برادری مهمه ولی خب یگانگی ما برای اینه که ما ریشه ما یکیست. آفرین. شما اگر در افغانستان ان شاءالله حالا میان اینا تشریف میارن اونجا ما خواهیم دیدین دوستانمون رو. شما در افغانستان بیان فکر میکنین که از تهران به اصفهان رفتیم. آفرین. ببینید لهجه فقط لهجه ها عوض میشن. ما لهجه های شمالی داریم، ترکی داریم، زابل زاهدانی داریم. آفرین. یزدی‌ها رو داریم، چقدر شیریان اینا اصفهانی داریم. دقیقاً همین رو قندهاری داریم، هراتی داریم و مزاری داریم. فرض کنید غزنویان رو داریم، کابلی داریم. فقط لهجه ها عوض میشه. از لحاظ فرهنگی ما اصلا یکی خیلی شبیه. بله. خانم میدونین توی خانواده امکان داره مثلا یه روزی یه برادر حتی با خواهر جر و بحث کنه. شما چی دیدین؟ مثلا یه موقعی شده خیلی ناراحت بشین یا بیشتر الان که خب در حال حاضر من بذارید اینجوری بپرسم دیگه، از شما به عنوان یه خانمی که جز 10 خانم هنرمند برتر ایران هست سوال میپرسم، چقدر ناراحت شدید بعضی موقع‌ها؟ چقدر گارد گرفتید؟ ناراحت میدونی من تا حالا خوبی افغانستان رو حس نکردم، به خاطر همین نمیتونم قضاوت کنم که اینجا خوبه یا اونجا، ولی عاشقانه افغانستان دوست دارم. عاشقانه و حسودی میشه. حالا مثلا آقای میرزایی میگن اونجا اینجوریه، من چون حس نکردم نمیتونم خیلی چیز واقعیت بگم. اصلا عاشق افغانستانم، خیلی دوست دارم. نمیدونم من پرچمش رو میبینم چقدر چه حسی به من دست میده، با اینکه اصلا ندیدم اونجا رو. ولی خب من خدا رو شکر دوستای خوبی داشتم، استادام که واقعا تاج سر من، استادای ایرانی بله. که من اصلا اینجا به دنیا آمدم و نمیتونم بگم استادای من جای دیگه ای بودن. الان شما یعنی عاشق 2 سرزمینین؟ بله مثل اینکه این برای هممون پیش اومده. وقتی شهرستانی جایی میریم وارد تهران که میشیم با همه دود و دم و شلوغش میگیم آخش اومدم بالاخره. میدونی من تهران اینجوری دوست دارم، ولی از اون کشور خودمو یه جور دیگه، یه جور برام ناشناخته است، یه جور عاشقشم. میدونی
اینجوریه. آره متوجه میشم. مثل به قول شما مثل دو تا شهر میشه قیاسش کرد. بله. شما همه جا افغانستان رفتین؟ همه جا رو نه. اینقدر که مثلا ایران رو رفتم، راستش افغانستان نرفتم. برای که خب نبودم. برای که اینجا واقعا مشغول شدم. هم دلم مشغول شد خدمت شما. همین که بالاخره از لحاظ فیزیکی هم مشغول شدم. داستان همین دل است من فکر کنم. یه جاهای خیلی دوستان افغان ما زیادن. مثلا میگم مشهد، قم، شابدالعظیم، درسته؟ این جور جاها خیلی زیادن. مثلا من به نظرم اینجا میرین اصلا احساس غربت که نمی‌کنین، یا اصلا الان این احساس غربت برای شما وجود داره؟ من اصلا خودم شخصا، حالا ایشونو من خیلی چیز نمی‌کنم، ولی خودم شخصا ببین در ذات ما تو عالم غریبیم، به شرطی که به اون مرحله برسیم، به اون لول برسیم، اون مرحله که اون مرحله حالا علمی درونی تاریخ بکنیم، یک جایی میرسیم که واقعا غریبیم. اما در بین ملت که از خود ما هست چه غربتی آخه؟ چه غربتی؟ باریکلا عالیه. خیلی دوست دارم این دیدگاه رو، خیلی دوست دارم. خانم شما چی؟ بازم عین حرفای قبلم چیزی برای گفتن ندارم، چون میگم ندیدم، حالا هنوز اونجا رو ندیدم. شما اینجا چقدر سفر کردی؟ تو ایران چی؟ اینجا اون زمان بچگیام چرا سفر میکردیم، پدرم خیلی آدم اهل مسافرت و اینا دوست داشتن، ولی اواخر دیگه نه زیاد نمیتونیم مسافرت، یعنی اجازهشو نداریم. اجازه ندارین زیاد شهر؟ بله. وگرنه خب من شخصا کار خودمو میگم، یه هنرمند نیاز داره بره موزه ها رو ببینه، آثار تاریخی ببینه، نمایشگاه‌های اساتید تو کل مثلا حال کشور ایران ببینه. استادای ما هستن تو مشهدن و فقط من در صورتی میتونم ایشونو ببینم که ایشون بیان تهران تشریف بیارن. میدونی من دوست دارم، من هنر رو دوست دارم فارغ از همه چیز. آفرین. فاطمه خانم هم نتونستن در نتیجه سفر کنن دیگه به خاطر این شرایط. بسیار خوب، خیلی عالی. میریم یک بخشی رو میبینیم، برمیگردیم میام در خدمتتون هستیم. دکتر نصیر احمدنور در شرایط سخت افغانستان در کدوم ایالت به دنیا آمده و چطوری درس خونده؟ خب وقتی که به دنیا آمدیم شرایط سخت نبود. در زادگاه بنده ولایت پنجشیر است که امروز عنوان ولایت در آمده تشکیلات اداری افغانستان. زادگاه بنده پنجشیر است و وقت همه چیز خوب بود، کشور امن آرام باعثتی داشتیم. تو شرایط افغانستان به سمتی پیش رفت و اتفاقاتی افتاد که در پاره‌ای از موارد ناامنی برای برادر و خواهرهای ما به وجود اومد. فکر می‌کنید که چرا برادر و خواهرهای افغانی ما ایران رو بین کشورهای همسایه انتخاب می‌کنن برای زندگی کردن و مهاجرت کردن؟ خب مهاجرت در افغانستان بعد از او مطرح شد که ما از طرف همسایه شمالی خود که اتحاد جماهیر شوروی سابق باشه مورد حمله و اشغال قرار گرفتیم و در آن زمان فقط 3 همسایه داشتیم که همسایه شمالی تجاوز کرد و 2 همسایه دیگر که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باشه. مردم ما بیشتر به همین 2 همسایه مهاجرت کردند. خب که چرا بیشتر جمهوری اسلامی ایران را ترجیح دادن؟ اول خب موضوع همسایگی و دیگه ای که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هم ریشه و هم پیشینه هستند. بله. هم زبان هستند، هم دین و هم فرهنگ هستند و مهمتر از او که در ما از زمانی حرف میزنیم که در ایران انقلاب اسلامی پیروزی رسیده بود و پیام امام راحل این بود که از مهاجرین و درستی پذیرایی شود. خطاب به ملت ایران و همچنان به دولت ایران هستند که از مهاجرین پذیرایی شود. دکتر شما شخصیت دانشگاهی هستید، شخصیت شاید پژوهشی علمی، چی شد که اصلا وارد سیاست شدید؟ خب میخواستم به چنین باشم که شما فرمودید، ولی ناخواسته با طرف اداره و سیاست کشانیده شدیم و این هم برمیگرده به ضرورت
که افغانستان داشت و نیازی که دیده میشد، از بنده خواسته شد که بروم مسئولیت سفارت افغانستان را در کویت بگیرم. 2 ساله که سفیر افغانستان در کشور ایران هستید. تو این 2 سال سفر کردید به شهرهای مختلف ایران؟ بله، البته شهرهای زیادی سفر کردیم. از اصفهان اگر ذکر کنیم که خیلی خیلی برای بنده جالب است و زیارت آرامگاه حافظ سعدی مشرف شدیم و از تخت جمشید دیدار کردیم. خود ماشاءالله ایران شهرهای دیدنی بسیار دارد. درگیر ترافیک و آلودگی تهران هستید آقای دکتر پس؟ بله، چیزی که قابل ملاحظه است آلودگی و ترافیک و از شما چه پنهان که و این ساختمان‌های بسیار بلند. فکر می‌کنم که این در آلودگی هوا و در شلوغی ترافیک نقش اساسی دارد. شما هر عمارت می‌بینید که در حقیقت جمعیتی از یک شهرک است. خیلی از زمانی که سفیر عرضم خدمت شما که افغانستان در ایران شدید، شرایط مهاجرت، رفت و آمد دوستان و همچنین واردات صادرات با خودتون چه تصمیمی گرفتید که بهتر بشه؟ چی کار کردید واسه دوستان؟ در این راستا کارهایی انجام شده و کارهایی در شرفی انجام است و خوشبختانه روابط دو کشور در این حالاتش قرار داره و رو به جلو است. در خصوص در 13 سال گذشته که افغانستان صفحه نوینی از تاریخ سیاسی اجتماعی خود را آغاز کرده و ما شاهد از این هستیم که تقریبا هیچ سالی نیست که رؤسای جمهوری کشور لااقل یک بار در کابل یا تهران یا جای دیگری با هم ندیده باشند. و همین ترتیب وزرای مختلف و غالبا اگر که هر هفته نگوییم ماهی نیست که ما پذیرای هیئتی از افغانستان نباشیم و یا در بدرقه هیئتی از ایران به سوی افغانستان. آقای دکتر، برای خودتون به عنوان سفیر چه آرزویی دارید؟ اگر بگویم که برای خود بنده کدام آرزویی ندارم شاید برایتون باور کردنی نباشه، ولی واقعیتش همین است. آرزویی ندارم؟ هر آرزویی دارم با ارتباط کشورم. چرا آرزویی که شخصی هم داشته باشم بدون آرزویی که در مورد کشور خود میخواهم محقق نمیشه. کشور آدم آرزوی آدم است، عزت آدم است، سرفرازی انسان است و راحت و اطمینان انسان است. لحظاتون آروم و بی دغدغه. اینجا زندگیمون قصه نبوده که با کمک و همکاری بنیاد دانش بنیان آفبا تهیه تولید و تقدیم پیشگاه شما میشه. یه خانواده فرهیخته از صفر اومدیم بالا. آقا با چی کار شروع کردیم؟ اول از همه وقتی وارد ایران شدین چه کاری میکردیم؟ بگو. با چه کاری؟ اولی عرض کنم که حالا مشکلات برای ما خیلی زیاد بود، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. اینطور نیست که مثلا نباشه واقعا. آقا من خیلی دیدگاهتو دوست دارم. من واقعا اینو به دوستانمون عرض بکنم که خصوصا به برادرای و خواهرای ایرانی ما بگم که تا ما آدم‌ها رنج رو تحمل نکنیم، متوجه که میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. من از روز اول که اومدم ایران کفاشی کردم، کارهای ساختمانی انجام دادم و خیلی کارهای دیگه ای که به ظاهر پسته ولی پس نیست، کار پس نیست، ولی با کفاشی شروع کردم. یادم هست در کنار کار کفاشی که من انجام میدادم، حالا نمیگم کجا چون بچه‌ها میدونن کجاست، بعضی وقتا خط می‌نوشتم. اون کسایی که میآوردن میگفت کفش ما رو واکس بزن، تعجب می‌کردین خطر شما چه شکلی می‌نویسین؟ علاقه بود دیگه، خداوند لطف کرده بود داشتیم استفاده می‌کردیم. ولی یک لحظه من آرام نبودم. الانم ایشون در جنان هست، شاید من در 24 ساعت 5-6 ساعت بیشتر نخوابم. بقیه‌اش می‌بینم که چه لحظه‌هایی برای من اتفاق پیش میاد که استفاده کنیم، شکار کنیم این لحظه‌ها رو. متوجه؟ بعد از اون کفاشی و کار ساختمانی به خط دیدی علاقه داشتی اومدی بالا و آره دیگه از اونجا که شروع کردم یواشاش بله یواشاش چیز شدم، در زمینه‌های قرآنی فعالیت کردم. این بچهای حالا نمی‌دونم کدوم ارگان ولی بچهای خیلی خوب بودن، با ما گاهی مثلا سلام علیک می‌کردیم، اینا خب اعتماد می‌کردن، بعد ما راهنمایی می‌کردن.
حتی دوست عزیزمون جناب آقای نجفی عزیز که ان شاءالله خدا حفظش کنه، یک روز با هم صحبت کردیم، گفت فلان تو قرآن بلدی؟ گفتم آره کاری نداره. گفت بریم پیش آقای منصور قصیزاده، حاج منصور قصیزاده، ایشون هفته یک بار جلسه قرآن داره، بریم اونجا خودت تو محک بزن که میتونی قرآن بخونی یا نه. رفتم نشستم سر جلسه، دیدم اصلا بلد نیستم، اینقدر غرور داشتم، دیدم اصلا بلد نیستم. بعد یواشاش انقدر فشار آوردم به خودم، واقعا در ماه من 33 تا جلسه قرآن میرفتم، در این حال کارامو انجام میدادم. شبا تا 12 شب از این چیزا تو گوشم بود، ای تلاش میکردم تا این نغمات و موسیقی قرآنی رو و بعدن گوشه کرشمه هاش یاد گرفتم و یواشاش با تفسیر آشنا شدم. یواشاش خدمت شما عرض کنم که با معانی قرآن این حس آرامش و این نداشتم، دوست داشتم که پیگیر شم از اینجا. البته یک از علتهای مهمش این بود که من اینجا کسی رو نداشتم و اینم باعث میشد که میگفتم خب بهترین مونس من اینه که این کتابا رو باز کنم بخونم و بعدش و خیلی مشکلات من طی کردم. واقعا محدودیت هایی که من توی مملکت داشتم دوستانمون شاید خیلیاشون نمیدونن، کلی بدونن حداقل، ولی همه رو من نادیده گرفتم. گفتم اینها نمیتونن من رو واقعا جلوی منو بگیرن. در صورتی که میشه از این مملکت استفاده کرد، از مردم استفاده کرد، مراکزهای فرهنگی بسیار خوبی هست، میشه استفاده کرد اینا. چرا خودمون محدود کنیم از این مسئله؟ خب وقتی آدم با یک بزرگتر میتونه رابطه برقرار کنه، خب ارتباط برقرار کنه، از چی میخوای بترسی؟ تا خط به کجا رسیدین؟ گفت خطاطی من خوشنویسی رو از کودکی از سال 66 من آغاز کردم. من پدر بزرگم مرحوم میرزا ابراهیم خدایش رحمت کنه، ایشون از خطای برجسته افغانستان بوده. بله. و برادر بزرگم که به اصطلاح اونم خطاط خیلی خوبی هستش. اینا باعث شد که من بیشتر با خط رابطه برقرار کنم. یادم از در مدرسه‌ام که میرفتم در بین بچه‌ها بهترین کارهای هنری من انجام میدادم. پیگیرش بودم این مسائل رو. الان خانم هنرمند که جزو 10 زن برتر ایران هستن در عرصه هنر و یه دختری که دوم راهنماییه و کلی آرزو و هدف و اینا داره و کلی رشد کرده. فاطمه خانم چی میخوای؟ چه اتفاقی قرار بر تو بیفته با همچین پدر مادری؟ عرصه هنر؟ من خودم در عرصه هنر فعالیت دارم. چیکار میکنی تو؟ حدود 5-6 ساله که نقاشی حرفه‌ای رنگ روغن رو کار میکنم. خب خیلی هم علاقه دارم، اما رشته آینده میخوام تجربی انتخاب کنم. دکتر قرار بشی؟ بله، دندون پزشک. چرا؟ راستش خانم دکتر خودم خانم دکتر دندون پزشکم خیلی مهربون بودن، خوش برخورد بودن، خیلی دوستشون داشتم. بسیار خوب. رو من تاثیر گذاشتن. تو به زبان دیگه مسلطی؟ بله، زبان انگلیسی. به زبان انگلیسی. خیلی خوبه، من لذت دارم میبرم. دیدگاهت مثل مامان باباته؟ تو غر نمیزنی؟ جایی دوست نداشتی بری که نتونی بری بعد بگی چه وضعیه آخه؟ نه زیاد، ولی دیدگاهت نه زیاد؟ شبیه مامان بابا یا غرا؟ غرا. دیدگاهم شبیه مامان بابامه. طبیعتا هر کسی که تو هر خانواده بزرگ بشه شخصیتش هم مثل خانوادهش میشه. آره. فاطمه تو چی دوست داری؟ چه اتفاقی بیفته خوشحالت میکنه؟ دوست دارم شرایط درس خوندنم جا آسون‌تر بشه. سخت الان؟ خب امکان داره سخت باشه، بهتره که یکم. آره، یعنی تا یه بحثای اوکی داستاناش جور نشه، هر سال که میخوای ثبت نام کنی تو مدرسه یه سری دردسرها داری، درسته؟ نه دردسر نه، اما بیشتر آیندهش میگه، چون مشکلاتی ما داریم در اون رو مد نظر میگیرم. من خیلی از چیزی که یاد دادی خوشم میاد، اینکه دردسره، بعد مثلا نمیخواد کلمه دردسر رو هم به کار ببره، میگه نه حالا دردسر که نه خوب میشه. ولی این آینده نگریه رو من دوست دارم. خانم شما راضی این از فاطمه؟ بله، دخترم فوق العاده است. من واقعا خدا رو شکر میکنم که همچین دختری بهم. شما که یه همسری دارین که انقدر راضیین ازش، دختری دارین که خودتونم که جز 10 هنرمند اول. راجع به هنر و کاری که انجام میدین؟ من رشته اصلی خودم رو تذهیب میدونم. تذهیب؟ بله، تذهیب. سخته یکم گفتنش. بله. خب بعد کار زیاد انجام دادم، رو کار خطای اساتید زیاد کار کردم، سرداب امامزاده صالح کار کردم
سرداب امامزاده صالح رو شما تصویرش انجام؟ بله 6 تا ستون بود که حالا من تخصصی که یه مقدار صحبت کنم که این 6 تا ستون 6 وجهی بودن، 8 وجهی بودن و هر وجهش اندازش با اون یکی فرق می‌کرد و به هیچ عنوان امکان کپی نبود. تو کار ما خب خیلی این از لحاظ تخصصی که میگم دوستان هم رشته خودم که میشنم اینکه پروسه این که این طرح اینو بزنم خب خیلی سخت بود به خاطر اینکه اندازه ها یکسان نبود. اونو کار کردم. بعد اون روزی که من طرح زدم و تصویب شد چند تا هنرمند اونجا بودیم، از جمله یه آقایی بود که از مازندران اومده بودن. طرحو زدیم، بعد اینا هی میگفتن ببینیم طرح شما رو ببینم، من اجازه نمیدادم، گفتم باید خودمون مسئول این کار ببینم. بعد از بین تمام اون طرح من خدا رو شکر برنده شد، یعنی پذیرفته شد. یعنی پس الان دوستان امامزاده صالح میرن اون ستون‌های سرداب کار شماست؟ بله تشریف ببرن. اگه امامزاده صالح تجریش داخل سرداب بالای ذریح و ستون‌ها رو کار کردم، حتی مقبره اصلی ایشون این حضرت رو که کار کردم، سنگبوریا و اون تذهیبایی که روی اون هست، البته سنگبوری نه، تذهیبا و طرحش کار من هستش. خدا حفظتون کنه. بسیار عالی. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم با اواخر گفتگو دیگه در خدمتتون هستم. خیلی عالی. یاری بی وفا بمیره، درد بی دوا بگیره، درد یاری بی وفایی دل بی گناه اسیره. یاری بی وفا بمیره، درد بی دوا بگیره، درد یاری بی وفایی دل بی گناه اسیره. یار من وفا نداره، یاری بی وفا بمیره، ترسی از خدا نداره، نه ترس از خدا بمیره. یار من وفا نداره، یاری بی وفا بمیره، ترسی از خدا نداره، نه ترس از خدا بمیره. یاری بی وفا بمیره، درد بی دوا بگیره، درد یار بی وفایی دل بی گناه اسیره. صرف دایره عشق یاری بی وفا بمیره، غم صدای پای عشق عشقی بی صدا بمیره. یاری بی وفا بمیره، دردی بی دوا بگیره، دردی یاری بی وفایی دل بی گناه اسیره. یاری بی وفا بمیره، دردی بی دوا بگیره، دردی یاری بی وفایی دل بی گناه اسیره، دل بی گناه اسیره. خب شب بخیر. خدمت خانواده آقای میرزایی هستیم، هنرمند، تحصیل کرده و یک عالمه با امید و آرزو. آقا توی گفتگوهایی که با هم داشتیم راجع به هنرها، اتفاقات، کارهای زیبایی که اتفاق افتاده و امیدواری آرزو و اینکه چجوری اومدیم بالا صحبت کردیم. الان مشکلات چیه؟ یعنی با همه نکات مثبت و من جنبه نگاه‌های مثبت شما رو خیلی دوست دارم. با همه اون نگاهایی که داشتیم الان چی دوست داریم؟ تو چه اتفاقی دوست داریم براتون میفته؟ اجازه بدید این دفعه خانم شروع کنیم. چی خیلی خوشحالتون میکنه؟ خب من یکی از آرزوهام همیشه این بوده که بتونم در درجه اول درسمو جلو برم و بعد هنرمو، که هر کدوم اینا مستلزم یه سری نیاز هاست. من دوست دارم درسمو ادامه بدم، درسمو بخونم. همینطور خیلی نگرانم بابت این موضوع برای دخترم، برای آینده‌اش. شما برای تحصیلات عالیه و آکادمیک نتونستین ادامه بدین؟ نه متاسفانه. من تا لیسانس رو تونستم. تا لیسانس رو تونستین ولی بقیه‌اش؟ بله. بعد برای فوق لیسانس هم قبول شدم، دانشگاه تهران قبول شدم. ولی بعد دیگه اجازه ندادن متاسفانه و از بابت تحصیل خیلی نگرانم برای دخترم.
دندان پزشک. بله انشالله. خب نه که الان مشکل نیست. الان ما مثلا هر سال برای ثبت نام دخترم خب خیلی مشکل داریم. هر سال باید ثبت کنیم تا آخر شهریور بشه. بعد شهریور آیا بخشنامه میاد که ثبت نام میشن یا نمیشن. این همش این هول و ولای هست. بله این استرس هست و دقیقاً هم این استرس تو جاییه که ما مثلا هدف ما اونجاست تحصیل. میدونین ممکنه تو جنبه‌های دیگه باشه خب ما یه جور باش کنار میایم، ولی تو تحصیل و در رابطه با پیشرفت ما متاسفانه من خیلی خودم به شخص خیلی ناراحتم. این داستان سفر من همین الان با صحبت‌های بخش قبل گفتگو شما متوجه شدم این رو. یعنی شما اجازه سفر کردن رو مثلا به اصفهان، شیراز، به هر حال این دو تا حداقل شهرهایی که خیلی هنری ان دیگه نمیتونین الان برین؟ رفتنش خب اگه آدم بخواد بره چرا، ولی برای کسایی که وقتشون براشون ارزش داره خب نه، ما یه روز قبلش باید بریم اجازه بگیریم، بعد باید تعیین کنیم. بله باید تعیین کنیم ما چند روز اونجا می‌خوایم بمونیم. یعنی یه نصف روز بیشتر بشه. بله یه نصف روز بیشتر بشه بعد دیگه مشکلات خودشو داره و من به عنوان هنرمند دوست دارم، نیاز هنری من هست که من. چجوری این مشکل حل میشه؟ اجازه بدن حداقل اینکه اقامت نه، حالا یه اجازه بدن که ما بتونیم حداقل راحت بریم. نهایت این آرزو چی میتونه باشه؟ اقامت نه فکر نمی کنم اقامت باشه، ولی یعنی اجازه اصلا نمیدن به نظرتون برای اقامت؟ آره برای اقامت من نمیدونم، ولی من میخوام که یه مقداری مثلا با فکر بیشتری، حالا اجازه هایی که نمیدن خب حق دارم، من نمیتونم بگم که نه قانونه، ولی خب فکر میکنم به بعضیا حالا خب اجازه بدن به خاطر هنری که داری. بله به خاطر هنر. بعدش هم ما اینو خب استفاده میکنیم جاهای دیگه. میدونید من وقتی برم اصفهان رو ببینم مسلما هنرشو میشناسم، هنرمنداشو میشناسم، بعد میام اینجا رو کارم تاثیر میذاره. آفرین. بله. آقا شما مثلا الان رانندگی میتونی بکنین؟ ماشین دارین به اسمتون، به خودتون؟ نخیر. بعد مثلا حق رانندگی رو نداریم، ولی واقعا این چیزی خیلی پیش پا افتاده ایه که به اصطلاح که این حقو داشته بنده حقیری که امروز در افغانستان منو میشناسن، در ایران هنرمندا منو میشناسن، این همه فعالیت تو این مملکت من انجام دادم، نمیتونه پشت فرمون بشینم. این واقعا شما اصلا به عقل خود مراجعه بکنید میبینید واقعا بده. یعنی واقعا نه تنها من تحقیر میشم، به خود مملکت تحقیر میشم. راست میگی. انصافا ببین من هر جا با ایرانی‌ها در ارتباطم، من سالها تدریس کردم، من دانشکده هنر زیبا تدریس کردم، من فوق برنامه‌های دانشگاه‌های پزشکی ایران و تهران رو تدریس کردم. خیلی تا حتی بوده که باهات من فتوکپی شناسم، کارتمون ندادم اونجا، اگه میدادم از قانونی ممنوع بود. لذا به بهانه، به حرف، به خنده یه چیز قرارداد بستیم تدریس کردم. خب این خیلی بده. راست میگی. بعدش منی که به اصطلاح این همه به اصطلاح حالا با این مردم در ارتباط هستم و این همه کار انجام دادم، این همه هنرجو داشتم، الان دارم تدریس میکنم. به خدا خدمت زیادی کردم و صادقانه هم خدمت کردم. هیچ وقت برای من واقعا این نبوده که این هنرجویی که در کنار من هست باهاش کار میکنم کی هستش، فقط به عنوان انسان به ماهو انسان، برای که وظیفه‌ام در قبال این طفلی که میاد در کنار من، این بزرگتری که میاد در کنار من، چه چیزی رو من باید تدریس کنم که این انسانی که کنار من نشسته آگاهی پیدا بکنه و به سوی نور حرکت بکنه. اول باید خودم این کار رو انجام بدم تا این اتفاق بیفته. آقا صداقت این مشکلات برای من واقعا صداقت شما به اثبات شده است. خیلی من این مردم رو دوست دارم. من اساتید بسیار بزرگوار در این مملکت داشتم. من انسان‌های وارثه و فرهیخته رو در این مملکت داشتم واقعا. مثل استاد فرشیان، مثل استاد امیرخانی، مثل استاد حمید عجمی، مثل استاد قربانی عزیز ما و تمام اساتیدی که امروز واقعا یعنی برای خود ایرانی‌ها شرایط فراهم نمیشه ببینن، ما به راحتی ارتباط برقرار می‌کنیم. ولی از اون ور وقتی بس حقوق ابتدایی شهروندی مثل رانندگی احسن منی که حقوق خوندم بعد متوجه میشم که چقدر ما واقعا محرومیم از کوچکترین. من حساب بانکی نمیتونم باز کنم. خیلیه اینا. من چیزی که در زندگی دارم به اسم یک دوست دیگه هم هست که اونا نور چشم من هستن واقعا. همشون ما اعتماد دارم بهشون. آدم دوست داره بالاخره. خود دوست دارم خودم عمل کنم، دوست دارم خود پشت فرمون ماشین بشینم با خیال راحت رانندگی بکنم. من که دنبال خدا نکرده روبروی حقوق قرار نمیگیرم، من دنبال حقوق دارم، به وظیفه انسانی خودم عمل میکنم. دوست دارم طبق قاعده و قانون درست زندگی بکنم، اینجا نفس بکشم. من واقعا با سختی دارم زندگی میکنم. این سختی البته گفتم که سختی منو دوست داری، کسی نیست که من رو نگه داره. متوجه؟ همیشه برای من سکوی پروازه، ولی واقعا این سختی رو دوست دارم که دولت ایران یه هوایی ما داشته باشه به یک شکلی. آقا من دوست دارم. خواهش می‌کنم. آقای میرزایی، ما اصلا شما امروز تعریف و چهره خانواده افغان رو در برنامه زندگی اون قصه نبود تغییر دادید. یک تعریف خانواده فرهیخته، تحصیل کرده، دیدگاه مثبت، زحمت کشیده، در حالی که همسرتون به عنوان 10 زن برتر ایران تو عرصه هنر کارهای زیبا و
امید و آرزو. من به این حق میدم و این حق کاملا طبیعی شماست. خب اجازه بدید یه مهمان ویژه داریم میخواد امشب به جمعمون اضافه بشه. من دعوت میکنم از آقای محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان. سلام. 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 ارادت ایزو. حالا شما خیلی خوش آمدید. سلام. منت سلام. قربان شما. خیلی خوش آمدید. سلامت شما. خوب هستید شما؟ سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار محترم. خیلی خوش آمدید. آقا بفرمایید بفرمایید. اصلا چیکار می‌کنید؟ شما چیکار شد؟ من کنار شما میستم. بفرمایید. بفرمایید دکتر. خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقا اصلا مدل برنامه شما راحت باشید. چون شما این در حقیقت مهمان امشب هستید نمیدونید، ولی بارها این اتفاق افتاده من وایسادم. آقا خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی داشته باشین. سلام عرض می‌کنم ابتدا خدمت جناب آقای میرزایی همسر محترمشون و برای من توفیقی بود که امشب آشنا شدم با شما. حتما حالا صحبت می‌کنم در مورد. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت کلیه حضار محترمی که در استودیو حضور دارن و بینندگان محترمی که در ادامه ان شاءالله برنامه رو خواهند دید. خب خانم شما میدونید که چرا آقای که اینجا هستن امشب؟ نه متاسفانه، ولی خیلی خوشحالم از دیدنشون. آقا شما میدونید؟ من واقعا خبر نداشتم ولی خوشحالم از دیدنشون. خوشحالی شما رو دیدیم. فاطمه شما میدونی؟ نه. خب من میخوام قبل از اینکه با دکتر یکم گفتگو کنیم راجع به اینکه چه کارهای فرهنگی داره انجام میشه و اوضاع چیه، خدمت مخاطبینمون، دوستانمون و دوستان عزیزی که در منزل نشستن و برنامه رو میبینن بگم یکم هم بحث آخرمون و گفتگوی آخرمون یکم اوج گرفت، رفتم به سمت اینکه بابا یه حق شهروندی خیلی خیلی ساده، یه سفر ساده برای آدم هنرمندی که جز 10 زن برتر ایران انتخاب شدن و اجازه درس خوندن واسه دختری که در کشور ایران به دنیا اومد. خودم آقا و خود آقا چشم خودم ما رو بگو چشم. من خدمت شما میگم که آقای بهرامی به ما لبیک گفتن و امشب اینجا اومدن که مشکل اقامت شما رو حل کنن. آقا سفرم برو، درست هم بخون، رانندگی هم بکن، شما هم نگران دندان پزشکی، شما هم نگران اصفهان و شیراز نباشید. آقای دکتر حلش می‌کنه. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحال شدم که امشب با خانواده آقای میرزایی آشنا شدم. در طول مدت برنامه من در استودیو بودم و صحبت‌های ایشون، همسرشون و دخترشون رو گوش کردم. نکات قابل توجهی بود چون فکر می‌کنم به صحبت خیلی صمیمانه و سالمی بود و ساده‌ای بود. هم آقای میرزایی و هم همسرشون خیلی راحت حرفای دلشون رو مطرح کردن. خانواده خیلی زحمتکش، بله، پرتلاش، هنرمند، البته هنرمند و خانواده که در طول سالهای گذشته به خوبی تونستن از عمرشون و از زندگیشون استفاده بکنن. یک نمونه خوب از مهاجرین افغان در ایران هستن که تونستن به موفقیت‌های خیلی خوبی دست پیدا بکنن و برای منم خیلی توفیق خوبی بود امشب که آشنا بشم با ایشون، با همسرشون، با دخترشون و خب فکر میکنم که علت این که من تو این برنامه اومدم در واقع قسمت آخر صحبت‌های شماست آقای میرزایی. یعنی منو به این دلیل آوردن که در واقع قسمت آخر صحبت‌های شما رو بشنوم و در مورد قسمت آخر صحبت‌های شما ببینیم که چیکار میتونیم براتون بکنیم که حتما امشب در ادامه توضیح خواهم داد. به هر حال خیلی خوشحالم از این که در اینجا حضور دارم. فکر میکنم که این نمونه نشون میده که در جامعه افغانی همه جور افرادی وجود دارن، افراد فرهنگی و فرهیخته‌ای که میتونن به مدارج بالا برسن و خب در کنارش افراد ساده‌تر و معمولی‌تری هم که در لایه‌های مختلف اجتماع حضور دارن و این نشان دهنده پویایی جامعه افغانستان و نشان دهنده شرایط خوبی است که مهاجرین افغان در ایران تونستن به خوبی ازش استفاده بکنن و این یک نمونه موفق بود. تبریک عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همسرتون و دختر جناب عالی. خب آیا چیکار قراره براشون انجام بدیم که دیگه راحت این اتفاقات بیفته؟ عرض کنم خدمتتون که من فکر می‌کنم ساده ترین کاری که من میتونم براتون انجام بدم، حالا قاعدتاً پذیرشش به عهده شماست، ببینیم که نظرتون چیه. میتونید شما گذرنامه بگیرین بدون اینکه از کشور خارج بشید. از طریق سفارت افغانستان گذرنامه بگیرین
و خب اون کارت موقتی که هر 6 ماه یه بار به نظرم تمدید میشه، شاید خیلی هم دیگه اونا تمدید نشه با توجه به نوع سیاست‌هایی که بین ایران و افغانستان وجود داره. ممکنه که طراحی‌های دیگه‌ای در مورد این قبیل افراد بخواد در نظر گرفته بشه. من میتونم در قدم اول وقتی که گذرنامه‌تون رو دریافت بکنیم با کمک همکارانمون در پلیس مهاجرت یک اقامت 3 ساله براتون بگیرم و با این اقامت 3 ساله فکر میکنم که مشکل شهریور و منتظر بخشنامه موندن دختر خانومتون حل. جناب علی قاعدتاً سفرهاتون به همه نقاط ایران بدون اشکال خواهد بود. جناب عالی همینطور برای ثبت نام در کنکور هیچ مشکلی نخواهیم داشت. به اعتبار اقامتی که دارین میتونید در کنکور ثبت نام بکنین و شانس خودتونه برای اینکه بتونید یک رتبه‌های علمی خودتون رو بالا ببرین افزایش بدین. این اولین کاری است که میشه براتون انجام داد. فکر میکنم که شاید خیلی هم یعنی اقامت 3 سال ساده نباشه، ولی من حتما با توجه به ویژگی‌های قابل توجهی که خانواده شما داشت برخوردار هستن حتما این کار براتون خواهد. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من فقط یک سوالم داشته باشم. آقای دکتر ما این پاسپورتی که بگیریم بدون که افغانستان بریم آیا میتونیم به ادامه تحصیلم بدم؟ چون من الان برای فوق لیسانسم این نصف کاره از دانشگاه اومدم بیرون به خاطر همین کارتم. میتونم ادامه تحصیل بدم و تکمیلش کنم ان شاء الله. ایشون هم همینطور خدمت شما دانشگاه تهران قبول شده برای فوق لیسانس، ولی بعد علت این که نتونستین ادامه بدین فقط کارت گفتم باید تبدیل به پاسپورت بشه. من نمی‌خواستم این اتفاق حالا قاعدتاً اتفاق میفته دیگه. یعنی وقتی پاسپورت رو بگیرین و اقامت 3 ساله داشته باشین مدارک هویتیتون حله. البته من فقط این شرایط برای خانواده ما است یا کلا همشهریای ما یه تعدیل چیزی در واردشون میشه؟ همه افرادی که مثل شما هستن اگر گذرنامه‌شون اگر اون کارتشون رو پس بدن میتونن اقامت 1 ساله بگیرن. ببینید میتونن 1 ساله بگیرن و بعد تمدید بکنن. بله. در مورد خانواده شما به دلیل استثنایی که وجود داره ما 3 ساله میکنیم این اقامت رو. این اقامت 3 ساله میکنیم و امیدواریم بعد از 3 سال دوباره شرایطی فراهم شده باشه که مثبت باشه ادامه پیدا میکنه. بله که بتونیم دوباره کماکان ادامه بدیم. این وضع باثبات‌تره و پایدارتره و از حقوق در مقایسه با کارتی که الان شما دارین بیشتر برخوردار. یعنی مشکل گرفتن گواهی نامه‌تون های میرزایی حل خواهد. آقا خیلی ممنون. آقای سپاس. من دو سه تا نکته بگم برای اتمام بحث امشب. الان فردا میره ماشین میخره. بحث گواهی نامه، بحث ادامه تحصیلات عالیه برای شما و خانم برای وارد شدن به دانشگاه فاطمه خانم و سفر کردن، این چیزهایی بود که امشب در پلاتوی آخر از ما خواستید و آقای دکتر امشب اومدن که اینا رو برآورده کنن. یه دست به افتخار آقای دکتر. خیلی ممنون. خب شما تشریف داشته باشید. امشب یه اتفاق خیلی عجیب و خاص اینجا رقم خورد. اجازه تحصیل، با آرامش سفر کردن، حقوق شهروندی اولیه. من خیلی ممنونم از آقای سفیر که لبیک گفتن اومدن و ما این اتفاق رو رقم زدیم و از خدای خودم قبل از اینکه کجایی باشیم و مال چه کشوری باشیم مهمترین قضیه اینه که انسانیم و بنده خداییم. به هم احترام بذاریم و به هم احترام بذاریم. ممنون که امشب با زندگیمون قصه نبود بودید. من ایمان سرورپورم. برای همتون آرزوی لحظه های خوب، زیبا و رسیدن به آرزوهاتون میکنم. شب بخیر. خداحافظ. آخر قصه سهممون یه قصر شیشه ای نبود، هیچ موقع آرزوهامون اینجور کلیشه ای نبود. تصورش سخته ولی دنیا رو بهتریم ما
سر میکنیم. زندگیمون قصه نبود که تو کتابا گم بشه، نباید این رویای شب میون خوابا گم بشه. ستاره آرزو کنی میبینی که تو مشتته، برای آرزوت بجنگ تموم دنیا پشتته. تو این شبای بیچراغ تو لاغر فانوس باش، یه شهرزاد دیگه شو، پایان این کابوس باش. نذار بهت دیکته کنن محال رؤیاهای تو، محال ممکن کنه وقتی بخواد خدا. زندگیمون قصه نبود که تو کتابا گم بشه، نباید این رویای شب میون خوابا گم بشه. ستاره آرزو کنی میبینی که تو مشتته، برای آرزوت بجنگ تموم دنیا یا بریم